مهدی بیا 2 تا نون بگیر بیا، الان بچه‌ها میاد. زنگ عباس بگیری بیا در خونه بده بره. سلام ننه. بابا سلام. نهار چیه؟ سلام مادر، خسته نباشی، آبگوش دارم. ای بشمت مادر که غذای مورد علاقه پسرتو درست میکنی. نوش جونت مادر، تنها کاری که میتونم در مقابل زحماتت انجام بدم همین آشپزی. نزنی حرفو مادر من. تو 9 ماه منو تو شکمت این ور اونور کشیده. ما بیشتر از اینا بهت مدیونیم، تو بیشتر از اینا به گردن ما. این قدرم سنگین بودی انگار 10 کیلو سنگ تو شکمش جابجا میکرد. ای دمت گرم، خدایا ما رو توپلی آفریدی ها. میگم راستی آبراهام نیومد هنوز؟ نه فکر کنم امروز ماشین رو دستش بوده. ماشینم که رو دستم باشه از آبگوشت ننه جونم نمیشه گذشت. سلام مادر قشنگ. حلال زاده اسمشو میبریم میرسه. بابا ناسلامتی بچه خودت ها، معلومه حلال زاده است. بعدش هم این عادت داره، بوی غذا بهش میخوره سری خودشو میرسونه. سلام داشی، خسته نباشی. خاکتم خان نداشت. میگم راستی میلاد امروز به تو زنگ نزده بود؟ نه مادر زنگ نزده. چیزی شده؟ داشی به منم طرف صبح 4-5 بار خط زندان زنگ زده. برای من خواب بودم داشی، هیچ وقت سابقه نداشته اینقدر پشت سر هم زنگ بزنه. بابا از صبح 4-5 دفعه رو گوشی منم زنگ زده. میلاد بوده، چطور شده؟ یا فاطمه زهرا نکنه اتفاقی برام میلادم افتاده. گوشیم کو؟ چی شده؟ بیا گوشی منم نگاه بکنین. میلاد 3 بار از زندان با من زنگ زده. 100 بار گفتم گوشی رو بی صدا نذار. میگم صداش بلنده، بچه‌ها خسته ان، از کار اومدن میخوام بخوابم. حالقه آشوب نداره مادر من. الان این حرفا مهم نیست. باید ببینیم میلاد چیکارمون داشت چقدر پشت سرم شمارمون رو گرفته. سابقه نداشته تلفن زندان تا حالا انقدر خطمون پشت سرم. هادی آبرام چرا جواب گوشیاتون از صبح نمیدین؟ بابا سلام. شما هم که هیچ وقت جواب گوشیتون رو نمیدین. میلاد از صبح 100 بار زنگ زده. چی شده زنده داشت؟ چرا با این وضعیت هراسون اومدی؟ چرا گریه میکنی؟ به خدا متوجه نشدیم هیچ کدوم. آخه صبح زود زنگ زده بود. یا حسین مادر چی شده؟ چی اتفاقی افتاده؟ جون بلمون کردی عروس، چی شده؟ سلام زن داداش، چی شده؟ جیغ میزنی؟ سلام داداشی دورت بگردم. تو چرا از سر جات پاش شدی اینجوری اومدی رو حیاط؟ سلام پسرم، راستی گوشی تو نگاه کن ببین میلاد از تو زندون به تو زنگ نزده. چرا؟ از صبح 4-5 بار به من زنگ زده. خانیه چرا هیچی نمیگی مادر؟ چرا ماتت برده؟